یه ضرب المثل هست که میگه وقتی یک تخم مرغ از بیرون شکسته میشه پایان زندگیشه، اما اگر از درون بشکنه یه زندگی تازه شروع میشه. شاید ما آدما هم همینطوریم. تحولات و تغییراتی که از درون انجام میشه میتونه سرچشمه زندگی جدید ما باشه. مریم مدت هاست درگیر سردردهاییه که هیچ چی تو آزمایش‌ها نشون نمیده. یا ممکنه خیلی ها درگیر تنگی نفس، تپش قلب، دلاشوبی، دردهای عضلانی و بیخوابی هایی باشن که در پیگیری های پزشکی همه چیز نرماله، اما تو خوب نیستی. منم مثل تو این مسیر رو رفتم. گاهی فقط دلم میخواست یکی بگه درکت میکنم، تو واقعا داری درد میکشی، ولی در انتها فقط میگفتن چیزی نیست، عصبیه، و با 4 تا قرص مسکن عوارض بیشتری رو برام به وجود می آوردن. شاید وقتشه به جای خاموش کردنش با مسکن ها صدای بدن رو بشنویم، چون درد یه آلارمه، یه اعلام خطر در نقطه‌ای از بدن. تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد میگه استرس مزمن میتونه فشار خون رو بالا ببره و حتی ساختار مغز رو تغییر بده. و خبر خوب این که در تحقیقات دیگه‌ای در دانشگاه استنفورد ثابت شده نگاه ما به استرس میتونه اثرش رو روی بدن تغییر بده. ذهن و بدن دو چیز جدا از هم نیستن. ذهن و بدن دو روی یک سکه طلایی زندگی. من محمد رحیمی اینجام تا تحقیقات و تجربیاتم رو که در این سالها به دست آوردم رو در اختیارت قرار بدم. مطمئن باش درمان تمام بیماری هایی که علت پزشکی مشخصی ندارن رو اینجا خواهی یافت، چون باور دارم هیچ کس جز خودت ارتباط بی‌واسطه نزدیکتر و درونی‌تر با بدنت رو نداره. پس بهترین پزشک در این مورد خود تویی، چرا که میتونی بی‌واسطه با درون خودت، با بدنت ارتباط برقرار کنی و حرفش رو بشنوی. فقط باید زبونش رو یاد بگیری. اینجا نقشه درونه، وقتشه صدای بدنت رو بشنوی.